چطور میتونیم رابطه جنسی دهانی رو برای یک زن انجام بدیم؟ وقتی که در مورد زوجهای هم دیگر جنسگرا صحبت میکنیم، اغلب ما شکایت از زنها دریافت میکنیم که من به همسر خودم رابطه دهانی رو میدم ولی این لطف رو از همسرم نمیگیرم، که خب این خوب نیست. لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. به کمک این ویدیوهای آموزشی من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخشتری داشته باشید و در واقع به توانمند شدن شما دارم کمک میکنم. لطفاً اگر احساس میکنید که به این آموزش ها احتیاج دارید، فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم اونجا روشن کنید که به محض آپلود ویدیو جدید به شما اطلاع داده بشه. همینطور اگر میخواید در اینستاگرام با من در ارتباط باشید، آیدی من رو این پایین میتونید ببینید، اونجا میتونید از من سوال بپرسید و یا اینکه اگر وقت مشاوره میخواید اونجا با من در ارتباط باشید. مثل همیشه فراموش نکنید که لایک کنید و یک کامنت هم در قسمت کامنت ها برای من بنویسید. خب، اول از همه و قبل از اینکه بخوایم به سراغ اینکه انجام اورال سکس رو چطور میتونید انجام بدید، باید بدونید که 30% از خانم ها فقط از طریق آمیزش دخولی و یا دخول به ارگاسم میرسن. حتی این خانم ها هم به پیشنوازی احتیاج دارن. به این معنا نیست که فقط مستقیما دخول رو میخوان. بقیه زنها که از راه دخول به ارگاسم نمیرسن، این کار رو و یا ارگاسم رسیدن اونها از طریق تحریکات کلیتوریس و تحریکات دستی و دهانی هستش. بنابراین یک رابطه دهانی برای لذت بخشیدن، برانگیختگی و به ارگاسم رسوندن یک زن بسیار مهم هستش. این مهمه که زنها بفهمن که لیاقت اون رو دارن. شاید بهتر باشه من یک ویدیو در این باره درست کنم که به خانم ها بفهمونم که در رابطه جنسی شما لیاقت چه چیز رو دارید، شما نیاز دارید که در واقع لذت رو دریافت کنید و این دریافت لذت چقدر میتونه برای شما مفید و خوب باشه. خب، حالا بیایید درباره این که چطور میتونید یک رابطه جنسی دهانی خوب داشته باشید و انجام بدید صحبت کنید. قبل از اون امیدوارم که قسمت‌های مختلف اندام تناسلی زن رو بدونید. اگر نه، لطفاً در قسمت کامنت ها برای من بنویسید که در این باره برای شما یک ویدیو تهیه کنم. اشتباهی که من میبینم بسیاری از آقایون مرتکبش میشن اینه که بدن زن رو در واقع نمیشناسن و اون رو درک نمیکنن. احتمالاً میدونید که برای مردها در واقع دو نوع پیشنوازی قبل از مقاربت نیاز هست. برای مردها یکی اینکه آلت تناسلیشون لمس بشه، یکی اینکه منتظر هستن که آلت تناسلیشون لمس بشه و یا رابطه جنسی دهانی رو دریافت کنن. در واقع اونها آماده هستن تا با دریافت رابطه جنسی دهانی خیلی سریع اون رو دریافت کنن و به اوج برسن. ولی زنها اینطور نیستن. زنها به لمس نیاز دارن، به اندازه کافی لمس شدن نیاز دارن. به صورت کلی بخوام یک مثال براتون بزنم، مردها مثل مایکروویو هستن که خیلی سریع نیاز دارن یک چیز رو، ولی زنها مثل یک اجاق گاز هستن، اونها آهسته میخوان پیش برن. بنابراین به این معنا نیست که خانم ها نمیخوان که به صورت دستی یا دهانی مستقیما به سمت آلت تناسلیشون به تحریک بشید، بلکه اونها میخوان به آرامی به سمت پایین حرکت کنید. میخوان که وقت بذارید برای انجام اون کاری که میخواید براشون انجام بدید. در واقع این خیلی مهمه که اونها رو تشنه کنید. خب، کاری که میتونید انجام بدید، اول از بالا لمس کنید، بوس کنید، به سمت پایین برید و دوباره برگردید به سمت بالا. در واقع میتونید برای رسیدن به آلت تناسلی اون حسابی وقت بذارید، ببوسید، لیس بزنید یا هر کار دیگه ای رو که میتونید در اطراف رانهای اون انجام بدید. میتونید در اطراف لابیاهای در واقع بدن اون انجام بدید. بنابراین کارهایی که دارید انجام میدید واقعا میتونه به برانگیختگی اون کمک کنه. چرا که زنها همونطور که گفتم این مسیر رو آهسته دوست دارن. اونها نمیخوان که شما مستقیما به سمت اندام تناسلیشون برید، مستقیما برید و رابطه اورال و دهانی رو برای اونها انجام بدید، چیزی که دقیقاً برعکس اون رو آقایون دوست دارن. نکته دوم اینه که بدونید به کجای بدن اون تمرکز دارید. بنابراین اگر میخواید در برقراری رابطه جنسی دهانی با یک زن خوب عمل کنید، مهمترین چیز اینه که آناتومی بدن اون رو بشناسید. بدونید کلیتوریس کجاست، مجاری ادراری کجاست، لابیاها کجا قرار دارن. نمیتونم به شما بدم که بسیاری از خود خانم ها هستن که هنوز نمیدونن که کلیتوریسشون کجاست. در واقع کلیتوریس یک زن نقطه داغ بدن اونه. که چرا؟ چون پر از پایانه های عصبی هستش، در واقع به اندازه
واسطه پایانه‌های عصبی که در لب‌ها وجود داره. در واقع کلید اصلی ارگاسم یک زن میتونه کلیتوریس اون باشه. اما این نکته هم مهمه که بدونید فقط نباید روی همون یک نقطه تمرکز کنید، چرا که بسیار حساس هستش و اگه فقط تمرکز و تمام تحریکات روی کلیتوریس باشه میتونه دردناک و آزاردهنده باشه. بنابراین میتونید اون رو لمس کنید، تحریک کنید، میتونید با لب‌هاتون که تحریک میکنید همزمان با دستتون تحریک کنید، حرکات دست و لب‌هاتون رو در واقع بتونید تنظیم کنید. در واقع میتونید تحریکات مختلفی رو آزمایش و امتحان کنید. میتونید به آرامی بمکید، میتونید زبان خودتون رو در اطراف اندام تناسلی اون حرکت بدید. در واقع میتونید یک بار شدت رو بیشتر کنید، یک بار با آهسته کنید. میتونید با این کارها بفهمید که همسر و پارتنر شما چه چیزی رو دوست داره. نکته اصلی و مهم اینه که باید وقت صرف کنید. باید بدونید که برای یک زن رسیدن به اوج و رسیدن به ارگاسم بودن 15 تا 20 دقیقه ممکنه طول بکشه که برای مردها معمولا این تایم یک چیزی حدود 7 دقیقه هستش تا بتونه به ارگاسم برسه. بنابراین بزرگترین مشکلی که من در رابطه جنسی دهانی معمولا با آقایون میبینم اینه که وقت به خصوص زمانی که میخواید پارتنرتون رو با رابطه اورال به ارگاسم برسونید اینه که باید صبور باشید، باید وقت بذارید. بله ممکنه که خسته کننده باشه برای شما. این به این معنا نیست که باید تمام مدتی که دارید در اندام تناسلی اون اورال رو بهش بدید. میتونید یا باید اونجا بمونید. میتونید از دستان خودتون استفاده کنید، میتونید از ویبراتور استفاده کنید، میتونید دوباره با دهان خودتون برگردید. میتونید اگر همسر شما فقط میخواد مثلا ارگاسم رو از طریق رابطه دهانی به ارگاسم برسه، این کارو که انجام میدید میدونید که میتونید بعدش هم در واقع با دخول اون رو به ارگاسم برسونید. پس در واقع تمام این کارهایی رو که دارید انجام میدید به نوعی پیشنوازی هستش که میتونه هدایت بشه به ارگاسم. میدونم که ممکنه طول بکشه، باید صبور باشید. در واقع یکی از حالا شاید بگم گله ها یا نمیدونم یکی از حرفایی که خانوم ها میزنن اینه که برای من سخته که فقط دراز بخوام بکشم و دریافت کننده باشم و هیچ تحریکی رو به همسرم شاید ندم. خانوم ها اینو درک میکنن، ولی باید بدونید که این حس رو نباید به اون بدید که شما خسته شدید یا لذت نمیبرید. بنابراین این ضروریه که به شریک خودتون، به پارتنر خودتون این اطمینان رو بدید که دارید لذت میبرید، صبور هستید و برای رسیدن به دخول و یا تحریکات برای شما عجله ندارید. چرا که اگر زن شما، همسر شما این رو دریافت کنه در واقع برانگیختگی اون کندتر میشه، ولی اگر این حس رو از طرف شما دریافت نکنه میتونید به برانگیختگی بیشتر و بهتر اون کمک بیشتری بشه. نکته سوم اینه که شما میتونید در حین انجام رابطه جنسی دهانی و اورال سکس از انگشتان و دستهای خودتون هم استفاده کنید. بنابراین میتونید روی کلیتوریس اون تمرکز کنید، همزمان میتونید انگشت خودتون رو مثلا داخل واژن کنید و نقطه جی اون رو تحریک کنید. در واقع نقطه جی در 1/3 اولیه در واقع واژن اون هستش که من در این باره یک ویدیو ساختم، میتونید اون رو ببینید. شما با انجام این کار در واقع یک حس بهتر و ارگاسم بهتری رو به اون میدید. یعنی چی؟ یعنی اینکه همزمان در داخل واژن اون دارید تحریکات انجام میدید، کلیتوریس اون رو، لابیاهای اون رو، اطراف مجاری دهان رو با دهانتون دارید مجاری ادرار رو با دهانتون دارید تحریک میکنید. همه اینها منبع غنی پایانه های عصبی هستن که یک اوج و یک لذت فراوان و دوچندانی رو میتونه به پارتنر شما بده. به صورت خلاصه نکته اصلی اینه که وقت بذارید، صبور باشید، سرگرم باشید و از اون کاری که دارید انجام میدید لذت ببرید. کشف کنید حرکات و نقاط مختلف بدن پارتنرتون رو بشناسید. الفبای بدن اون رو در واقع بخونید، نه اینکه فقط در یک نقطه متمرکز بشید و فقط تحریکات رو روی اون کار انجام میدید. چرا که وقتی این کارها رو انجام میدید، تحریکات شدید رو انجام میدید، بعد از مدتی تکراری میشه و دیگه لذتی از اون برده نمیشه. در واقع از اسباب بازی‌های جنسی استفاده کنید، از انجام رابطه جنسی با همسرتون لذت ببرید و یک لذت دوچندانی به اون بدید و خودتون هم از این کار لذت میبرید.
ممنون که با من همراه هستید. این پارت اول رابطه جنسی جهانی بود. در ویدیوهای بعدی تکنیک های دیگه هم بهتون ارائه میکنم. پس مثل همیشه اگر دوست دارید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم روشن کنید و در قسمت کامنت ها برای من نظرات خودتون رو بنویسید. من مشتاقانه نظرات شما رو میخونم. ممنونم.